در خدمت یکی از بزرگواران نظام جمهوری اسلامی هستیم، چهره‌های شناخته شده نظام که بیشتر از همه چهره‌ای فرهنگی دارند تا سیاسی، گرچه در فضای سیاسی کشور هم به عنوان یکی از رجال سیاسی و بزرگان سیاسی کشور، کسانی که جزء اخلاق مداران عرصه سیاست کشور هستند شناخته میشن. من معرفی نمی کنم چون نیاز به این کار نیست. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر، خیلی متشکرم که به ما این وقت رو دادید. آقای دکتر، از فعالیت‌های قبل از انقلابتون شروع بکنیم. از کجا به مبارزات پیوستید و چگونه با امام و انقلاب آشنا شدید و پیوند خوردید؟ بله، همونطوری که خودت هم گفتی، من از اخلاق مداران نظام هستم. سوابق قبل از انقلاب هم از همه مقامات نظام پاکتره. هر کم میخواد بیاد بگرده ببینه چیزی با خودم دارم یا نه. من کلمو خیلی به کار مینداختم، از طریق کلم نون میخوردم قبل از انقلاب. با برابچ حتی کسای دیگه که از محلهای دیگه میومدن برای تماشا شرط میبستیم، 1 تومن به 10 تومن. من با کله میذارم تو تیر چراغ برق، میلرزید، لامپش از اون بالا میافتاد، رو هوا میگرفتم، تحویل سایر بزرگان میدادم. در اثنای همین فعالیت مکتبی بود که یهو انقلاب شد. ما با تأسیس از امام پریدیم روش تا بتونیم سهم خودمون رو در نهضت امام داشته باشیم. آقای دکتر، یه سوالی که حالا برای خود من پیش میاد، شما ابویتون به کارهای فنی و اینها مشغول بودن، درسته؟ البته گفته میشه که ایشون تو کار حمل و نقل مواد و این حرفا بودن، ولی خب ما همه جا میگیم که ایشون تو کار فنی و حمل و نقل بودن که البته برای حفظ نظام خیلی هم خوبه. این دکترهای آقایون دکتر احمدی نژاد، دکتر روحانی، همینطور بگی تا دکتر جلیلی، دکتر امواجه که کل اونام خب با تأسیس از مقام عظمای ولایته که سابقه حوزویشون بیشتر روزوی بوده، ولی میگیم مرجع، اونم به خاطر حفظ نظامه. مرحوم ابوی رو میگیم تو کار فنی و حمل و نقل بودن. فنی و حمل و نقل. چطور شما به در واقع کارهای فرهنگی و اصلا کلا یک خاندان فرهنگی نمیشه من، چطور اینطور؟ من نمیدونم این فرهنگی رو تو چرا میخوای امروز به دم به ما بچسبونی؟ از اول برنامه ابن کرده. فرهنگی که میگی بابا اسم شیک بریده های تو نظامه، از زمان سبزعلی رضایی هم مد شد، بعد رحیم صفوی و بعدم دیگه خورده پاها ازقدی و قاسمی و اینا. یه بار دیگه به من بگی فرهنگی، من میدونم و تو ناکس. برو سر سوال بعدی. قرار بود بحث کابینه و فضای روزهای انتخابات و اینا رو بکنی. حالا نمیدونم چقدر با بنده موافق هستید، ولی میخواستم این مقدار بیشتر از این فضای سیاسی که شاید خیلی ناگفته ها داشته باشه ولی بشه برخی هاشو گفت، الان برامون بگید. گفتنیاشو که گفتیم، ناگفته هاش هم خب حتما یه حکمتی داشته که نگفتی. حالا سربسته میگم، مقام عظما مثل اون دفعه قبلی که گفتم من نظر مراجع به کاندیداها به هیچ کی نمیگم، ولی نظرم به نظر احمدی نژاد نزدیکتره. این دفعه هم به همه رسوندن که ایشون با جلیلی بله، ولی این وسط رفسنجانی شاخ شد بدجور. مقام عظما مجبور شدن وافور دستشونه بذارن زمین برن سراغ رفسنجانی. به نوعی نگیم الان خفش بکنن ولی احاطش بکنن. نه، همون که گفتی میخواستن خفش کنن، منتها زورشون نرسید. آیا نشستن تحلیل بکنن که چرا اقبالی بهشون نشد و شکست خوردن؟ آیا به جنبندی رسیدن؟ خب جنبندی همین بود دیگه که برای اینکه یه طورای دیگه نشه مثل 88 تا حرفا که خب واردش نمیشم که اگه بشه این دفعه بدتر هم میشه، که البته خب بحثش تو تلویزیون ممنوعه. تن بدم به فری و مری و از این حرفا. ما سوالام رو زیاده تونتون اگه کوتاه‌تر جواب بدیم بیشتر میرسیم. آقای دکتر، خیلی کوتاه، مهمترین فرق اصولگرایی و اصلاح طلبی تو چیه؟ چون گفتی تونتون جواب بدم و کوتاه باشه، حاشیه‌های بحث رو میذارم کنار، اصل دعوا رو میگم. یه جام زهری رو میز، مقام عظما نشستن پشتش. اصلاح طلبی میگه بخور، اصولگرایی میگه نخور. به زبان تصویری اگه بخوام بهت بگم این اصلاح طلبیه، اینم اصولگراییه. آینده رو برای دولت آقای دکتر روحانی چطور میبینید؟ فکر کنید چه مشکلاتی پیش پای این دولت به وجود بیاد که از الان باید هوشیار باشه؟ دیداری هم باشون داشتید، رفتید، چه گفتید بهش؟ آینده برای دولت دکتر روحانی خیلی روشنه.
هیچ مشکلی وجود نداره. بهش هم گفتم اگه بتونه وضعیت اقتصادی کشور رو روبرا بکنه، داستان تورم و ورشکستگی و اینا، تحریما رو منتفی بکنه، اون زیر میرام فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای رو تا رسیدن به یه بمب شیک و ترتمیز و همچین صلح‌آمیز ادامه بتونه بده و این گنده‌کاری‌ها پیش نره که دوباره لومون بدن، وضعیت عراق اگه بتونیم یه سر و سامونی بدیم و این تظاهراتشون بخوابه و درخواست استعفای مالکی هم پس بگیرن، سوریه هم اگه بتونیم یه جوری حفظ کنیم و این شهرهای از دست رفته بشار رو پس بگیریم، تو داخل نظامم همه رو بکشونیم به حمایت از مقام عظما و این وضعیت شق روده رو جمعش بکنیم، اصلا دیگه مشکلی نداریم. خیلی وضع خوبه. توی این وضعیت مقام عظما نظرشون این بود که اگه بتونیم دو طرف رو داشته باشیم بهتره. بهش میگن دکترین دولوپه، یعنی هم اینا ساز مذاکره رو کوک کنن، هم زیرزیرکی بزنیم برای فعالیت‌های صلح‌آمیز از همون مدلی که گفتم. ولی من خدمتشو عرض کردم که نمیشه. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض کردم بله، میفرمودن که یارو با کت و پیران شیک با پیژامه نشسته بود تو خونه. گفتن چرا کت پوشیدی؟ گفت خب ممکنه مهمون بیاد برام. گفتن خب چرا پیژامه تو عوض نکردی؟ گفت خب ممکنه مهمون نیاد. میخوام بهت بگم که من به خود مقام عظما گفتم که اینطوری دو طرفه نشسته خیلی بیریخت و سیت همچی بخوای نخوای. الان از نظر استراتژیکی تو کار عوض کردن پیژامه هستیم براشون، البته اگه بشه. سوال داشتم ویژه ولی برای مردم حتما جذابه، هر چقدر که میتونید بگید آشناییتون با رهبر معظم انقلاب از کجا شروع شد و اصلا نخستین رفت آمدهای شما با حضرت آقا از کجا بود؟ ما که شکسته بند استراتژیکی هستیم. ایشونو بعد از جریان 88 و شکستگی اون داستان که واردش نمیشم آوردن پیش ما. اگه به خاطر همین رابطه آشنایی بود که دیگه خانواده مقام معظم رهبری با خانواده شما آشنا شدن و نه خیر، خانواده ما هیچ آشنایی با خانواده مقام عظما ندارن. الکی ما رو آلوده این داستانا نکن. اونم این روزا که تو زبون مردم فک و فامیل درجه یک مقام عظما همینطوری بالا تا پایی هی میرن و میان. گفتم هر چقدر که میتونید بگین، چون یه سری از چیزها برای مردم ما جالبه، به خصوص تو همین قضیه. من که قبل از برنامه بهت گفتم ملت چی میگن، ول کن دیگه. دوربین نگفت. نه من اصلا فکر کنم الان دیگه وقت نیست، وقت تمومه. بگید هست 10 دقیقه دیگه وقت. اولا با 10 دقیقه قطره از دریا هم نمیشه گفت. دوم تا مثل که بدت نمیاد فک و فامیل مقام عظما مورد عنایت ویژه قرار بگیرن. خجالت بکش، مگه خودت فک و فامیل نداری؟ ناکس. البته تو یکی رو میدونم که نداری، از زیر بوته وزارت اطلاعات آوردنت موجود کردن دیگه. ولی خب زیادی حرف بزنی سابقه خودت هم لو میدم. بشین سر جات، مؤدبانه برنامه رو تموم کن. سپاسگزارم، خیلی محبت کردین آقای دکتر. من واقعا سپاسگزارم با همه مشغله که داشتید، این وقت رو برای ما گذاشتید. ان شاءالله که موفق باشید. شما نه اینکه من بگم نباید اینطور گفت، ولی یه ذخیره‌ای هستید برای فرهنگ، به خصوص برای فرهنگ و همچنین اهل سیاست. ما ان شاءالله که همواره موفق. من ذخیره نیستم، بازیکن فیکس تو ارنجم. حرف دهنتو بفهم، تو هم رو تو بکن به دوربین، قشنگ خداحافظی کن. خیلی سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. ان شاءالله تا دیداری دیگر، خدا نگهدار.